درود فراوان خدمت دوستان آنلاین تریدری عزیز. امیدوارم هر چی که هستید شاد و سلامت باشید. یه آپدیت جدید از اونس بریم برای این هفته. تایم فریم دیلی هستش. حالا کم کم باز میکنیم مقاومت و حمایت ناحیه‌های مهممون رو شناسایی. این مشکل فنی برای سیستم من پیش آمده. متا تریدر 4 بروکر آلپاریمو که همیشه تحلیلاتون انجام میدادم و هر کاری کردم بالا نیومد، یعنی روش کلیک میکردم باز میشد، بعد خود کار بسته میشد. یعنی اصلا 10 بار تست کردم، هر کاری کردم اون چارت قبلی هفته پیش من بالا بیاد، این اتفاق نیفتاد و واقعا از این موضوع ناراحتم. دروغ نگم من دقیقا 2 ساعت من درگیرم که متا تریدر من بالا بیاد، باز میشه به صورت خودکار، بعد از 1-2 ثانیه بسته میشه. از خیرش گذاشتم، متا تریدر 4 بروکر روبو باز کردم، اومدم آپدیت رو اینجا پیاده کردم. ولی خب خیلی خوب میشد. تحلیل هفته پیش رو مقایسه میکردیم ببینیم آقا به عدد ما چه واکنشی نشون داده، این هفته چجوریه. حالا تایم فریم دیلی ما هستش. بریم سراغ اصل مطلب. تایم فریم دیلی اعدادی که این هفته پیش رو داریم خب قشنگه. ببینید همین الان در تایم فریم دیلی اونس روی میشه گفت حمایت خودش قرار داره و زیر عدد 1980 نتونست کلوس کنه و کلوزش بالای این عدد. اگه بریم تایم فریم 4 ساعته رو ما بخوایم باز کنیم نگاه کنیم، دقیقا روی حمایت. باید ببینیم بازار دوشنبه، حالا یک شنبه شب به چه شکلی باز میشه. با گپ باز میشه، با گپ مثبت، گپ منفی، سر جای خودش باز میشه، به چه شکلی باز میشه. تست کنیم پله به پله، مرحله به مرحله، روان به روان بریم. الان نمیتونم بهتون بگم این هفته ما صعودی یا نزولیه. چرا؟ چون اول از همه اعداد روی حمایت 1980 قرار داره. اگر عدد بالای این 1980 بمونه خودشو میرسونه به 1992. اگر نه بیاد زیر 1980، اولین عددی که رعایت میکنه 1971 هستش. خب این واقعا یه تاسه، هیچ نمیدونید جفشیش میاد، نمیدونی اصلا چه اتفاقی قرار بود. فقط دارم میگم در جریان باشید، بمونید بازار باز بشه، تثبیتش بده، بعد وارد بشید. یا حالا 1992 سل میزنید یا میاد بالای 1992 بای میزنید برای 2005. کاملا مشخصه. اگر اومد زیر 1980 سل میزنیم برای تی پی 1971. زیر 1980 باید تثبیت بده، حداقل در تایم فریم 30 دقیقه یا 1 ساعته. تثبیت در این تایم برای ما مهم هستش. اگر 1 ساعته رو بخوایم باز کنیم قشنگتره برای ما. ببینید ناحیه حمایتی ما یه برخورد داشتیم، صعودی شده، بایش ارسال کردیم، بچه‌ها عشق کردن. اگر اینجا ما بای زدیم سود خوبی داد، با شادو راحت تی پی ما رو زد، ولی خب در حد یه شادو بود، توی چند ثانیه اتفاق افتاد. خدمت شما عرض کنم که اگر زیر 1980 بخواد تثبیت بده، اول عددی که رعایت میکنه 1971. اگر بالای 1980 تثبیت بده بمونه که در حال حاضر همچین اتفاقی افتاده، بالای این عدد مونده فعلا، نتونسته بیاد پایین. پایینش همه شادو بوده. اگر دقت کنید عددی که میبینه 1992 هستش. 1992 12 اینا رو داشته باشید. اگر برگردیم گذشته رو بررسی کنیم با هم دیگه، می‌بینید اعداد برای ما مهم بوده. 1992 ارزش برای ما مهم بوده به این شکل. عدد پایین‌تر هم که کاملا مشخصه. این اعداد رو یادداشت کنید بچه‌ها: 1992 1880 1971 1963 1959 1949 1942 1937 1933 رو فعلا یادداشت کنید، بچسبونید گوشه مانیتور، گوشه لپتاپ، توی نوت گوشیتون داشته باشید. این اعداد عددی که میتونه بازار رو تکون بده، بازاری که تکنیکالی باشه. وقت شما رو نمیگیرم. لایک، کامنت، سابسکرایب، حمایت فراموش نشه. دوستتون دارم. این هفته یه استراتژی خیلی ریز آپلود میکنم که به درتون بخوره، بتونید یه جفت ارزها، شاخص و طلا و هر چیزی ارزی، هر چیزی که دوست دارید ازش سود خیلی کوچیکی بگیرید. شب و روزتون بخیر.